امین، اگه خوابت گرفته بخیز برو. نمیفهم چرا متوجه نیستی، تمامش باختی. بیادر، میفهمین که ما و منور با هم در یک خانه کلان شدیم. منور به ما بسیار با ارزش است. چطور نمیفهمم بیادر؟ از همین خاطر میتونم خانواده ما پیشت امانت بونم. ایره خو میفهمی بعضی اوقات اقارب خودت از پشت سرت وار میکنن. خدا را شکر ما در انسانیت و برادری تو هیچ شک ندارم. امین، زنده باشی بیادر. بیادر، اگه غلط درک نکنین امروز ما همراه منور گپ زدم. درست است، میفهمم تو چی میخوایی بگویی. بنداز دیگه. گفتین میفهمین؟ بله میفهمم. تو میخوایی را بگویی که عروسی منوره همراه وکیل نکو، همه تو نیست؟ تو سال از اینجا دور بودی و فکر میکنی کل چیز تغییر کرده، اما ایره بفهم چیزایی هم است که تغییر نکرده. عروسی خواهرم همراه کسی که نمیخواه نمیکنم. حتی اگه لازم باشه همراه پدرم هم مقابله میکنم. منور یگانه خواهرم است. ما میخوایم او به خانه بره که خودش میخواه. امین، تو را چی شده؟ بنداز نه؟ شرکت صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. منور عزیزم، جانم. خدا، یوسف خانم هنوز خواب نگرفته. پنار، تو تا حالا نخوابیدی؟ منتظر آقا یوسف هستم. به خاطر کونا تا حالا نخوابیدن. کتاب میخوانن، باز میگن که شربت لیمو آمده کو. خب پس طور هست. بگو که چی قسم شربت می نوشه؟ لطفاً بگو، تو برو بخواب، من آماده میکنم. توپراک، شب بخیر یوسف خان. شب بخیر. فکر میکردم که نمیایی. امکان نداره. بسیار زیاد تشکر. راستش ما باید تشکر کنم به خاطر که بسیار زحمت کشیدین. خواهش میکنم، او خوب وظیفه این بود. بیدار شدی قندو لکم؟ بیا جانم. ایچی نکم، حتما گوش نشده، اما تو نیست بچه که قندولم؟ بسیار شیرین است، اما تو نیست؟ توپراک، تو در اینجا چی میکنی؟ دورو ندانم، مانده ندانستم. شوهرت چطور برات اجازه داد؟ شبتان بخیر خانم. شب شما بخیر آقا یوسف. شب بخیر.
توبراک لطفا راستش بگو چی گپ شده؟ اونا خب به تو چیزی نگفتن خواهر جان؟ نه خواهر، راست میگم، به خاطر توران آمدم. خب فهمیدم. مقصد خودت خوش باشی. خب وقتی من نبودم شما چی کردین؟ هیچ. کجاستی؟ هوا کجاستی؟ اوف. میفهمی پیش از اینکه من این گپ برش بگویم او خودش برام گفت. خب چی برات گفت؟ با هم گپ میزدیم. من وقت نام تو را گرفتم. او گفت منوره یگانه خواهرم است. گفت من عروسی او را با کسی میکنم که خوش داشته باشه. حالا دیگه خوش باش جانم. یعنی پیش از اینکه تو برش بگویی که مرا دوست داری خودش برات گفت؟ بله کاملا همه قسم جانم. گپ ما گوش کن. تو باید پیش بیادرت بری و بگویی که من وکیل قبول ندارم. با ما باور کو همیال بیادرت خوشخوی است. برو همراش گپ بزن. بهتر از کمیال بیرو و همراش گپ بزنی. همیال بهترین موقع است. کسی نیست بیاده که برو. همراش گپ بزنی درست است؟ درست است. صادق، من میال خانه رسیدم. تو کی هستی؟ صادق فعلا مصروف است. تو کجاستی هوا؟ لطفاً دروازه را باز کنین، پلیس است. لطفاً دروازه را باز کنین. دروازه را باز کنین، پلیس است. ما دیگه میرم. درست است عزیزم. حالا دیگه روزتون خیرت باش بخیر عمر صادق. صاحب. با ما اطلاع رسیده که باید اینجا را تلاشی کنین. گفتین اطلاع؟ شما یک طرف استاد شوین، شما هم داخل بیاین، کل جای ذره ذره درست تلاشی است، کنین.
مادر میخواستم بفهمم که همراه منور امروز گپ زدی؟ نه چرا چی شده؟ چیزی نشده مادر، ما امروز همراهش گپ زدن نتونستم. او تلفنم نداره، امروز ندیدمش، بعد تشویشی شدم. ما حال رفته میبینیمش. دو تا شوش نکو، درست است؟ چی گپ هست؟ چی گپ باشه؟ خوب چی کردی دختر قصه کو؟ مادر یوسفم بسیار با استعداد بوده. خاله اگه وسایل او خانه را ببینیم مثلی که به سنگ جان داده باشه. فکر میکنیم کبوترها هم یال پرواز میکنن. بسیار مقبول کردن کاری کردم. براتون میگم. تعجب کردم. او خود کدام شهکار نکده، سنگ تراش کده دیگه. این قسم نگو خاله. ببینین خاله ما سنگ تراشی هم کردیم، نقش بندی هم یاد دارم. چی شده؟ بسیار لیاقت میخواه. انسان باید ملایمت رویش با دستاش در سنگ منعکس ما بسازه. تصمیم گرفتیم کمرای وکیل عروسی فقط همه ببین که بخواست فقط همه قدر. ما یک قدر به مشکل 44 رقم بهانه جور کردم تا وکیلیا را گرفتم. آخرم چیگه پای را ازت شنیدم. چی بفهمم از همه چیزا. خاله ببینین من این از اونجا گرفتم. پیدا شد آمرسه. دختر اگو بفهمه. نمیفهمه خاله جان. ببینین این غذا رو تمام نشانی مالای کرده. جستن. حتما زیاد خوش داره. مالا را پیدا کردیم. امشب اینا این چی آماده هستن؟ میکنم. با خدا عامر صاحب، من از چیز خبر ندارم. اگه خبرم نداری باید همراه ما بیایی. هر چی میگی در ماموریت بگو. عامر صاحب قسم میخورم، من از چیز خبر ندارم. عامر صاحب لطفاً، من بیگناه هستم. آمادگی به خاطر افطار خلاص شد یلماس خان؟ فقط گفتم کدام کمبوتی نباشه جانم. شبتان بخیر. شب بخیر آقا یوسف. چقدر خوش رنگ معلوم میشه. نام غذا چی است؟ از مجله گرفته. غذای فرانسوی است. ایره به بفرمایید. عنوان حواسان آماده کرده. هوا آماده کرده. انشالله زیاد سنگین نیست. خدمتکارا کجا بودن؟ انشالله که مزیشم خوشتان بیایه. خدمتکارا خواب هستن. من خودم این شربت آماده کردم، خواستم خودم بیارم. خداگه خداوند قبول کنه. خداوند قبول کنه. یوسف خان هنوز نامده. به خاطر پرسیدم که برش من بشقاب بانم. نه نامده. دست درد نکنه، بسیار مزدار است. زنده باشید. نوش جانتان. شب بخیر. به شما. باورم نمیشه. راتاتوی هنوز فراموش نکردی؟ آماده کردن غذا کار آسان نیست. حق با تو. چی شد دخترم؟ شربت نوشید یا نه؟ بله نوشید. مزهش خوشش واقعا آمد. عالی است. برم نگویی که ایره از خارج خواستی. خاله سالی پدرم که شما را در هنوز مورد زنگ غذا خوردن میفهمم. 15 دقیقه از 12 تیر است. حسن نظر بسیار تو با بسیار تشویش تشکر. داشتم خواهش دخترم. میکنم. مامم تو. اگه میفهمیدین که شبیه غذا را میخورین، باز روزش ناراحت نمیبودین. باننده زنگ آقا یوسف بالاخره ناراحتی زنگ چی؟ زد. فقط کم خسته خاله هستم. این جنید است. تو چی گفتی؟ چی گپ باشه؟ پلیس اونجا از نرفته آمدنت به باشه. اینجا بسیار کلا خوش. جای درست بپالن. درست است آمر صاحب. تشکر از اینکه خواهش ما قبول بله. کردی. هوا اوش کنی که اینجا نیایی، پس هر خانه وقتی که برو. ضرورت اوضاع داشته خراب باشیم. است. بله پیشت از خدا بگو نمی‌افتم. جنید چی گپ شده؟ بلن پلیس ها اینجا هستن. هم به عنوان شریک، فراموش نکنی که دوست دارم عزیزم. هم به عنوان یک دوست. عامر صاحب قسم میخورم از این چیز خبر ندارم. من فقط حساب کتاب خود انجام میدادم. باور کنین از این چیز خبر ندارم. درست است برادر. یک دفعه تا ماموریت بریم باز معلوم بشه که بیگناهستی یا نه. با خدا آفرینت هوا. هیچ فکر نمیکردم که قسم غذاهای فرانسوی را آماده کرده بتونی دختر. نوش جانتان. نوش جانتان. یوسفی افطاری لذت به خدا پشیمان میشه. اگه میفهمیدم که بچه این پسان میایه برش از این غذا نگاه میکردم. یوسف نمیخواه خانم کاکا. از استانبول میمونایش آمدن. موضوع مزرعه مصروفش ساخته. نوش جانتان.
خود چیزی نخوردی بچیم کجا میری؟ سیر شده مادر جان. درست از خدا قبول کنه. زنده باشین. راستی مادر همراه منور گپ زدین؟ کاملا از یادم رفته بود. اما تو هیچ تشویش نکن، یک فرصت مناسب پیدا میکنم باز حتما همراش گپ میزنم. گپ بزنین. به خاطر که قسم دوری از او از مکه عجیب است. نمیفهم با برادرش در مورد عروسی گپ زده یا نه. تو هم دیگه از حدت میگذری بچیم. چشمای همگی طرف او دختر است. میترسه که از اتاقش بیرون شوه. راست میگین. تمام زحمت های بیفایده شد خاله. چرا؟ یوسف خان به غذا خوردن نمیاین. او همیشه در خانه افطار میکرد. بله افطار میکرد. اما از استانبول بعضی شریکای کاریش آمدن، امشب پیش اونا میباشه. بسیار به تشویش هستم که چی خواهد شد. چرا این قسم میگی؟ فقط که تو را نمیشناسم. اول تو فهمیدی باز دانه دانه تاوانش میگیری. میخوایم بگویم که همراه ما زیاد کار خواهد کردی. اقدر زود قار نشو. بس این آرام برات نمیتم. حالا با اینام یک گپ جور خواهد کردی. اینا چی هستن؟ تخمای گل کارا. توی گلا رو زیاد دوست داشتی. هنوزم دوست دارم. اما اینا در هر جای سبز نمیشن. میفهمم. فقط در حال فتیه سبز میشن. بله. این امکان نداره که این گل بکنی و دیگه جای ببری. اگه همو آب آوارام برش آماده کنی پژمرده میشه. ببین بازم حق به جانب هستم. اول توفه دادی، بعداً درس. چرا بعد از هر لبخند با تومه باید عذاب بکشم یوسف؟ نوش جانتان. به کلتان شب خوش میخوایم. سلطانه دستای درد نکنه. نوش جانتان یلماز خان. شبتان بخیر پدر جان. شبتان بخیر. شب بخیر. منور آب میخوای کدام نوشیدنی دیگه برات بیارم؟ نه چیزی نمیخوام خاله سلطانه. بیازم میرم که استراحت کنم. شام بخیر. شام شما بخیر. یوسف خان آمدن؟ نه و امرای میمانه استانبولیش است. همون شریکای کاریش. ایره خونه میفهمم اما میمانو یک خانم است. شاید امشب خانه نیایه. و خدای رئیس ما آدم عجیبی است. خدا شب بخیر. چی شده دختر؟ همراه من میخوابی؟ مهمانش یک خانم است. مهمان کی دختر؟ مقصد تو یوسف خان نیست؟ توبه توبه. کی بوده میتونه؟ نامش چی است؟ نمیفهمم خاله. نمیفهمم. اینجا بسیار مقبول است یوسف. بسیار تشکر. خواهش میکنم.
اگر راحت نبودی یا چیز ضرورت داشتی برام بگو. یک چند روز اینجا می باشی. اگر میخوای خانه خود ما ببرمت. نه، خدا به زحمت نساز. اینجا بهتر است. در خانه‌تان بودن نمیتونم. درست است. فرق نمیکنه، مهمی است که تو راحت باشی. همه چیز طبق میلم است. زنده باشی. شب بخیر. شب بخیر. فردا من پشتت میایم. یوسف. با مادرت چون سلام بگو. خاله شماستین؟ دختر تو هنوز نخوابیدی؟ سحر شده، ساعت 4 بجه شده، خبر داری؟ چی کنم دیگه خاله، خوابم نبرد. اوه، خانسای باله آمدن. بخیالم تفریح شمرایی خانم خلاص شد. چی گپ از دختر؟ نه که بخیلیت میایه. بخیلی چی گپایی میزنین؟ بیبی برات چی میگم دختر؟ طرف مسئل کن. هوش کنی دیوانگی که دا عاشق یوسف خان نشی. عشق از کجا شد خاله؟ شما هیچ میفهمین که چی میگین؟ بیبی دختریم، قبلا هم برات گفته بودم رابطه داشتن آسان است. مهمی است به قلب وارد شوی، عاشق نشی. اگه عاشق شدی باز تسلیم میشی. به جایی که تو او را برقصانی او تو را میرقصانه. بازم مثل دیگه دخترها مثل توشلا زندگیش رخصت خود شدی. کلید قلبش به دست بگی. ای کاره با قلبت نه، با مغزت انجام بده. بچم چی گپ شد؟ یا اون وکیل است که به ما گرفتی پدر؟ چی گپ شده بچم؟ هیچ کار کده نتونستی، مرا به زندان روان کردی. حالا دیگه مقدر کافی است. دیگه اجراحی وجود نداره. بچم حتما باید زندانی شوه. تا دایر شدن دادگاه بعدی در زندان باید باشه. متاسفانه از ما کار سخت‌تر است. های توبه. های ای چه قسم آمدن از دختر. قلبم استاد کدی. از پدرم خبر آمد. خیرت باشه. جونیت توقیف کردن، او را به دادگاه میبرن. اوه
حالا دیگه قلبم کمی راحت شد. ما قدرم راحت نباشین خاله. هنوز یک قدم هم پیش رفته نتونستیم. شما فهمیدین که اون مهمان بسیار مهم یوسف خان کی بوده؟ نه، هیچ کدامشان دان خود باز نمیکنن. حمیده خانمان برم گفت که مهمان عزیزشان از استانبول است. پس خودم باید در این مورد تحقیق کنم خاله. حالا دیگه دختر، خسته نباشی. زنده باشی. تو میخوای کدام جای بری؟ نه، آمدم احوالت بپرسم. خوب هستی؟ خوب هستم، بسیار تشکر. خوب است. تو بسیار کار میکنی مراد. بینیت هنوز خوب نشده. نه بابا، تو به این بنداژ بینیم نبی. من خوب هستم. باز من در قسم زخمای عادی نیستم. اگر به جای تو کسی دیگه می بود مریضی رو بهانه کرده چند هفته از کار فرار میکرد. فکر کنم یوسف خانه بسیار دوست داری. بسیار دوستش دارم. واقعا آدم خوبی است. اگر بگویم بمر میمرم. یوسف خان جوانمردترین و خوبترین انسانی است که تا حال دیدیم. واقعا که آدم بسیار خوبی است. او به ما بسیار کمک کرده. از همین خاطر است که هیچ وقت تنها نمی باشه. مهماندار می باشه، مصروف می باشه. بازی قسمی سر تو هم کارا زیاد میشه اما من کارم با شوق انجام میدم. ها مراد گفتی کار. او مهمانا به خاطر کاروبار آمدن؟ کدام مهمانا؟ دیروز خودت نگفتی که از استانبول مهمان آمده؟ منظور تو خانم بتول است. اما من نمیفهمم که چرا آمدم. درست است. خسته نباشی. زنده باشی. نام مهمان فهمیدم خاله. نام او دختر بتول است. همو چی؟ ای بتول کی است خاله؟ همو دختری را که برات گفته بودم، معشوق قبلی یوسف خان. وای وای، داخل بیا. مرا کار داشتین پدر. بیا باید گپ بزنیم. بیا بچی. کل چیز خوب است پدر. منور به مادرت گفته که قبول داره با وکیل ازدواج کنه. دیروز برات میگفتم اما شب وقت اومدی گفته نتونستم. منوری قسم گفته. بچیم پیش از اینکه منور از تصمیمش منصرف شود باید با وکیل خبر بدیم که با خانواده‌اش امشب خواستگاری بیان. اما ما باید یک دفعه همراه منور گپ بزنم. یوسف، ضرور نیست که این موضوع را کلان بسازیم بچیم. حالا که قبول داره پس ما هم دست و سینه برمیزنیم. یک قسم لبروی تکشل نگی. من یک چاره پیدا خود کردم. شما چی خود کردین خاله؟ خداوند سر ما مهربانی کرد که تو قبول کردی دخترم. ببین که دفترن چطور کل چیز تغییر کرد. از هیجان زیاد خاط مردم. از دیشب تا حال قلبم دک دک میکنه. آسان خو نیست دیگه. اولین بار است که دختر میتیم. با پدرت گفتم که با وکیل هر چیز زودتر خبر بده. بعد از او کل چیز خود به خود روبرا خود شد. منور؟ روجاییت تبدیل کردم. اول میخواستم که ازت پرسان کنم اما تو را پیدا نکردم. سلطان خاله تشکر میکنم. خانم حمیده میبخشید یک گپم میگم اما لطفا خودت جگر خون نسازین. چی گپ است سلطانه؟ شما میفهمین که یوسف خان مهمان داره؟ بله. اون مهمان خانم بتول است. کدام بتول؟ همون بتولی که در استانبول زندگی میکنه. شاید به خاطر آب و هوای اینجا است. صبح ساعت 7 بیدار شدم. با زود اینجا آمدم. کار خوبه کردی. اگه کار نداریم روز به مزرعه بریم. تمام کاپادوکیا را بریم نشان بده. دوستایت خود تعریف اینجا را بسیار کردن. از این خاطر هیجانی هستم. درست است.
راستی میخوایم مردم اینجا رو ببینم. وای وای ببخشی. مادرم زنگ زده. سلام مرام برشان برسان. بله مادر. یوسف جان، او مهمانت که از استانبول آمده بتول است اما تو نیست؟ بله مادر. با شما سلام میگن. از برای خدا بچیم. چطور او دختره به هتل بی سویه بردی و چی خود گفت؟ برام خبر میدادی بچیم. در خانه یک اتاق بر شما آماده میکردیم. گفت ده هتل راحت تر است مادر. درست است بچیم. پس به افطار اینجا بیاریش. پشت دخترم بتول دق شدیم. درست است مادر، اما باید از خودش بپرسم. مادرم به غذای شب دعوتت میکنه. بسیار خوش میشم. ما پشت اونا و منور بسیار دق شدیم. درست است مادر، همراه بتول یک جا میاییم. درست است بچیم. منتظرتان هستم، ناوقت نبینید. درست است. سلطانه. بله خانم. امشب بتول مهمان ماست، بر افطار میایه. آمادگی های لازمه بگیرین. چقدر خوب مادر جان. بسیار وقت میشه که بتول ندیدیم، اما تو نیست؟ ها، او غذای دیشب به هوا آماده کرده بود، اما تو نیست؟ بله خانم. خوب است. برش بگو که باز اما قسم یک غذای ناریالدار آماده کنه. بتول قسم غذا را بسیار خوش داره. درست است. به خدا آفرین به شما خاله. دیدم که چی یک چاره خوبی پیدا کردین. من چی میفهمیدم؟ فکر کردم یوسف خان با خاطر او دختر بسیار رنج دیده بود. شاید مادرش مانع دیدن اونا شوه. اما این قسم نشد. دزم من به خاطر او دختر غذا را خوبان حتی چایم دم نمی کنم. گفته باشم. روز بخیر. اجازه میتی داخل برم؟ خانه تان بسیار مقبول است. حتما اینجا دیگه مرکز کاپادوکیا است. داخل بریم. خوش آمده. خب بتول، به نظرت اینجا چطور است؟ راستش با این مصروفیت ها جاهای کمه را دیدم، اما بسیار مقبول است. خب همراه یوسف مصروف و کارا هستم تا به حال به چکر زدن وقت پیدا نکردیم. بچیم تو چرا این کار کردی؟ همی که آمد به کار مصروفش ساختی. اگه موضوع کار نمی بود راضی نمیشد که بیایه. نظر تو در مورد مزرعه نو چیز بتول؟ به نظر من مزرعه بسیار خوب است. حتی ناوقتم کردیم. میتونستین تا به حال محصول زیاده به بازار عرضه میکردین و سودش میگرفتین. گفتن دیرایت درست آید دخترم. به از یوسف تا که به اندازه کافی تحقیقات نکنه کارش رو نمیکنه. این صدای طفل نیست؟ چی شد؟ کدام چیز غلط پرسیدم؟ نه خیر. بالدهی خانه یک طفل است. تو عروسی کردی منور؟ نه خیر. طفل از ماست بتول. کدام غذای ثقیلم نخوردیم. هیچ نمیفهم چرا قسم گریه میکنه. ما هم نمیفهمم خواهر جان، اما تیر میشه. داخل آمده میتونم؟ البته. دورانم شب کمون آرامی میکنه. یوسف، این بسیار شیرین است. میشه در بغلم بگیرمش؟ چرا نی؟ خدایا چقدر خورده است.
خب نتیجه معاینات چه وقت میآید؟ با زودی میآید. باز اگر این طفل از تو نباشه او وقت چی خواهد شد؟ این دیگه مربوط نتایج میشه. بعد از او اینجا نخواهد ماند. از این بیشتر مزاحمتان نمیشم. اگه به چیزی ضرورت داشتین بگوین. هیچ توقع نداشتم یوسف. اینقدر در تلفن با هم گپ زدیم چرا این گپ نگفتی؟ حتما فکرم نشده بتول. یوسف بچیم برتان قهوه آماده کردن. بریم قهوه سرد میشه. من خود نفهمیدم این معاینات به خاطر چی بوده؟ به خاطری بوده که معلوم شوه این طفل از یوسف خان است یا نه. اگه نباشه باز شنیدی دیگه خواهر جان. گفت که طفل دیگه در اینجا نخواد ماند. من چطور بدون توران زندگی کنم؟ چطور ایره به کسی دیگه بتم؟ دعا کن که طفل از یوسف خان باشه. اگه نه خدا میفهمه این طفل به دست کی میفته. او دوستش چک دختر خوبی بود. مشوقی سابقیش است. قهوه بسیار مزه‌دار است خاله حمیده. نوش جانت دختر مقبول من. فردا چی میکنین دخترم؟ هنوز معلوم نیست. ما در شرکت می باشم. اگه وقت داشتی اون چه بیا. یکان برنامه آماده میکنیم. فکر کنم که فردا به اندازه کافی وقت داشته باشم. همراه مادرم گپ زدم. تو در مورد این تصمیمت جدی هستی؟ اینقدر زود چرا تغییر کرد؟ درست پیش برام میگفتی که نمیخوای عروسی کنی. حالا به خاطر چی عروسی را قبول داری؟ من نمیفهمیدم که چی به خوبی مسئول چی به بدیم پیادر. من به اشتباه خود پی بردم. پس به اشتباه خود پی بردی. بعد از امروز هیچ گپ نزدیم. گپ زدن خوبان حتی او رو در این روزا هیچ ندیدیم. او از ما فرار میکنه. دختره که بیچاره را بسیار ترساندن. نه تمام عمرش اولین بارش بود که از بدر سیلی خورد. فقط کوشش میکنه که در این طرف زیاد دیده نشه. فرض کنین که امرای ما گپ زدن نمیتونه، اما امرای شما چرا گپ نمیزنه؟ چرا احوال ما از شما نمیگیره مادر جان؟ کی فرصت به دست آورد؟ جنجالای رمضان از دیگه بیبی در این روزا کسی حتی نام وکیلم به زبان نمیگیره. بالای او دختر خود فشار آوردن اما همگی فراموش کرده. به نظر من تو هم باید چوب باشی. هر قسم که شما خواسته باشین. خواهر می آماده است یا نه؟ خانم امیده گفت که ببرم. دقیق چال است ببر که بخوره. باز میخزه و بکشتن شروع میکنه. باز میگه شکمم پوندیده. امین چرا لبوریت کشال است؟ هوا تو کتابا را به منور دادی؟ من فراموش کردم امین. آشپزخانه مانده بودم. یک نفر صدایم کرد و اونو همونجا ماند. همیال از آشپزخانه آمدم کتابا در اونجا نبود. در مورد کتابایی که در آشپزخانه بود گپ میزنین؟ من او کتابا را در اتاق یوسف خان بردم. معذرت میخوایم جانم.
نتایج معاینات چی وقت میایی هوا؟ از کجا بفهمم خاله؟ درست وقتی که از جنت نجات یافتم این خانم بتول پیدا شد. پیش از اینکه از این خانمم نجات پیدا کنم جنجال معاینات شروع شد. اوف، مثل که کل چیز بر علیه من شده خاله. کم صبر داشته باش. ما خدا همو اول برات گفته بودم که این کار قدر آسان نیست. نباید عجله کنیم. باید عاقلانه پیش بریم یا یکی پشت کار الا کنیم. حق با شماست. ده گوشه خاموش میشینیم. خاله فکرش کنین اگه عشق سابق آقای یوسف دوباره شعله‌ور شوه باز وقت ما چی کنیم؟ مادر یک دقیقه اینجا بیاین. دختر پیشروی تسهیل کو، کم احتیاط کو. پایین برو بالا برو کی باشیم مونده خواهر. اوا خواهر میشم ریم کمی کمک کنی، بسیار خسته شدیم، از پای دردی هیچ گشته نمیتونم. درست است جمیله. آی بسم الله، چی گپ شده بچه؟ مادر ما فهمیدم که منور چرای قسم رویه میکنه. ما به اون نامه نوشته بودم اما به دستش نرسیده. حتما فکر میکنه اهمیتش نمیتم. خب نامه رو بر من بده، ما برش ببرم. شما نیست. نامه رو در بین کتاب مونده بوده مادر. پنارم فکر کرده که از یوسف خان از برده در اتاقش مونده. آیا مو کتابه که داشت پسخانه بود؟ ما با دستای خودم رو به پنار دادم، گفتم اینا رو با اتاق یوسف خان ببر. صبر که ما رو پیداش میکنم. ما دیدم در اونجا نبود. خب پس کجاستن؟ یوسف میبخشی یک گیلاس آب بریم میاری؟ بنار میشه به خانم بتول یک گلاس آب بیاری؟ البته یوسف خان. تو هیچ تشویش نکو بچه. ما کتابا رو پیدا میکنم. نام او کتابا چی بود؟ دفعه دیگم بگو. به خاطر همه چیز بسیار تشکر. لطفاً دیگه پایین آمده، خدا به زحمت نسازین. آی زحمت چی دخترم؟ لطفاً خاله حمیده مرا بیشتر از این اشرمونین. من در همین جمرایتون خداحافظی میکنم. خداحافظی چرا دخترم؟ تو نگو. ما همیشه منتظرت هستیم. بازم بیا. به از بعد از یک سر اوقات با هم خود دیدین. راستش از اینجا بسیار خوشم آمد خاله حمیده، اما میفهمین که در اینجا بر همیشه بوده نمیتونم. بعض اوقات خاط آمدم. شبتان بخیر. خداحافظ دخترم، خداحافظ. شبتان بخیر. شب بخیر. خداحافظ. شب بخیر. ما بتول رسانده میایم مادر، منتظر من امانین. یوسفشان بودن هوا؟ حتما رفته که مشوقی خدا برسانه که خانم تنها نره. شما را به قهوه دعوت کردم، میتونم یوسف خان؟ البته چرا نه. یوسف خانه آمده یا نی سلطانه؟ نه خیر، کجا آمده؟ فکر کنم اون دختر باز میخواد یوسف خانه به دام بندازه. نه جانم، من یوسف به یک گوشه بردم و ازش پرسیدم، گفت که قسم گپ نیست، او به خاطر کار آمده. اگر باشم به کس غرض نیست. البته که به من غرض نیست. با خاطر گفتم نمیخوام یوسف خان دوباره جگرخون شوه. تو در داخل چی میکردی؟ آب گلا رو تبدیل میکردم. دفعه پیش از یادم رفته بود، اما دختر رو تبدیل کردم. خوب است. خود دیگه. شب بخیر. شب شما هم بخیر. بچم گوش کو، کتاب متاب نیست. خانه را زیر رو کردم اما پیدا نکردم. پس کتابا کجاست؟ فردا در این مورد تحقیق میکنم. تا حالی که صدای کسی نبرآمده حتما
ده کدام جای محفوظی از بچیم. بیا. برات یک گپ میگم اما قول بده که علیه ما استفادهش نکنی، درست است؟ درست است. شاید در دنیا بسیار جای کم مانده باشه که ندیدیم، اما هیچ کدامش به اندازه اینجا به ما آرامش نداده. بس وطن ما هم جای بده نبوده. ناق از عشق نفرت داشتی. خب شاید، اما ای که اینجا را به شهر ترجیح بدی باز بهتر است که یک خانم دیگر را ترجیح بدی. اما تو نیست یوسف؟ چرا بدونی که گپم بشنوی قضاوت میکنی؟ به خاطر که از گپای تو هیچ خوشم نمیآید یوسف، به من رنج میده. بس دیگه گپ نمیزنم. هوا 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 خدای من.
خودک بردویتان روز خوش میخوایم. زنده باشین مادر. یوسف بچیم، من امروز یک دفعه پیش وکیل صاحب میرم. تو هم خو همراه منور گپ زدی این موضوع را دراز نمیسازیم. زودتر این موضوع حل شود که از جنجال خلاص شویم. رسیدم مورد مسئله افطاریان باید برنامه ریزی کنیم. درست است پدر. مادر با اعضای خانه بگوین امشب میمان. درست است بچیم، برشان میگم بیا از او به کمکشان ضرورت داریم. یولماز خان اونا چی وقت به خواستگاری منور میان؟ چی بگویم خانم حمیده، فقط منتظر تصمیم ما هستن. دمی روزا خدا آمدن. ای بخیر باشه انشالله. انشالله. بخیر برین. خداحافظ. بخیر برین. خدا پشت پناهتون. سلطانه صبر کن، من تو را میپالیدم. بفرمایید خانم. اینا را در آشپزخانه بان پاس بیا. بفرمایید. بیا اینجا بیشی بیا. امشب به مردم غذا میتیم. منظورتان افطاری است؟ به همگی خبر بده، باید همگی امرای ما باشن و کمک کنن. اما به توپراک بگو که اونجا نبیایه. پیش از اینکه جواب مایناته DNA بیایه نباید او را کسی ببینه. میفهمی که چی میگم؟ اگر نه یوسف ما را مرام نخواد من. این نتایج چی وقت معلوم میشه؟ چی بفهمم؟ خدا کنه هیچ نبیایه. اگه طفل از یوسف نباشه باز چی؟ میگه که از اینجا بیرونش میکنم. توبه. میگه من خارجش میتونم اما نمیمونم در این خانه باشه. او هم حق داره. اگه میخواستیم یک طفل پرورش بتیم باز از پرورشگاه یک طفل میگرفتیم، اما تو نیست؟ البته. به هر صورت حالا دیگه راستی اگه پدگه یک موضوع مهمتر از زیر برات میگم. به تمام خدمتکارا بگو که با دقت کار کنن. تمام خانه را گلواره پاک کنن. درست است سلطانه؟ خیرت باشه. خانوادی وکیل به خواستگاری دخترم منور میاین. بخیز دیگه. هوا پیشتر یادم رفت که به سلطانه بگویم در دعوت امشب حضور تو اومد. میز فهمیدی؟ شاید به درد کدام کاری بخوری. درست است خانم حمیده. خاله چی گپ است؟ چیزی مهم نیست. در مورد بتول است؟ گفتم که مهم نیست. پس چرا لبریت قسم کشال است؟ هوا هیچ حوصله ندارم. گفتم گپ مهم نیست. خلاص شد بچم، خلاص شد. مسئله دیگه کم کم جدی شده. وکیل به خواستگاری منور میآید. شما مطمئن هستین؟ صبر کن بچم. کجا میری؟ امین صبر کن بچم. باید همراه منور گپ بزنم. خانم حمیده پیشش رفته بچم. مادر ما باید همراه منور گپ بزنم. با ما درد سر جور نکو بچم. وکیل به خواستگاریت میآید. میفهمم. همراه بیادرت گپ زدی؟ نگفتی برش که من راضی نیستم؟ گپ نزدم. به خاطر که تو نخواستی از من حمایت کنی. خانم حمیده میآید. اوه خدای من، تو باز اینجا چی میکنی بچیم؟ ما صداش کردم. باید تخت خواب منوره جا بجا میکردیم. باید یک مردی کار انجام میداد. خوب است، کارتان نکنین. با اجازهتان خانم بیا بریم بچیم. ای چرا اینا گپا نمیفهمن؟ منور جان پدرت رفته که امروی وکیل گپ بزنه. ادمی روزا به خواستگاریت میاین. البته در بین دو عید خو نمیشه که عروسی کنین. به این خاطر بعد از عید قربان محفل عروسی تا نمیگیریم. چرا قدر زود مادر؟ دخترم تو چرا تعجب کردی؟ این خو گپ مذاق نیست. باید زود عروسی کنین. محفل نامزدی نمیگیریم مادر؟ البته که میگیریم. بدون نامزدی هم امکان داره، اما زیاد نامزد نمیمانین. از زندگی لذت ببر دخترم. لذت ببر قندم. همه چیز با سرعت سپری میشه. روزا مثل آب روان تیر میشن. عمر در گذر است دخترم. عمر در گذر است.
پس آن انسان پشت هیجان این روزا دق میشه و بسیار افسوس میخوره. دختر ما یک عروسی بسیار مقبول خواهد شد. یک عروسی بسیار مقبول و نازنین. خداوند خوشبخت بسازید دخترم. او دختر عقل خود از دست داده. همیشه میگفت که دوست دارم، اما حالا بیبی گپی رام که گفتم منصرف شده نمیتونه. میگین چی کنم مادر؟ همیشه به من میگفتین خاموش باش و صدایت نکش. حالا بگو این چی کنم؟ یک گپ براتان میگم. بگو. کدام اتفاقی افتیده؟ نه اتفاق نفتیده. بگو چی میخواستی بگویی؟ امشب دعوت افطار داریم. خانم حمیده من اونجا خواسته. خوب است، پس برو آماده شو. حالا فکر کنم نشیدین که من چی گفتم. اون زنی که تا دیروز به من میگفته ای دور بر نبین اومد، امروز مرا به افطاری دعوت کرده. شنیدم دختر. من خوکر نیستم هوا. شما مطمئن هستین که اتفاقی نفتیده؟ اوه دختره، او مسئله کار امین کمی طول کشیده از همین خاطر حال کمی جگرخون هستیم. جگرخون نباش امین، در کار یک خیری نهفته است. خیر ببینی بچیم. بیبی از برکت توی همه انسان بدونی که فرق غریبی و ثروت احساس کنن دور هم جمع شدن و یک جای افطار میکنن. خواهش میکنم پدر. من فقط کارهای را که از شما آموختیم انجام میدم. منوره چی شده؟ هیجان نیست بچیم. از خانواده جدا میشه آسان خو نیست. از امی خاطر کم پریشان است. یوسف این مجلس چه وقت خلاص میشه؟ کم مونده خلاص میشه. حالا همگی غذای خدا خلاص میکنن. اما در اینجا بسیار زیاد نفر است.
امشب زیاد سر حال معلوم نمیشین. نه خیر، شما می قسم فکر میکنین؟ شاید اگه وقت داشته باشین یک روز با هم چای بنوشیم، کمی صحبت کنیم. آقا یوسف اگه اجازه تان باشه من دیگه میرم. البته. شبتان بخیر، نوش جانتان. به خاطر کل چیز تشکر. شبت بخیر بچم. تشکر از آمدنت. با ما جای افتخار است. از همه چیز بسیار تشکر. خداحافظ وکیل بچیم. شب بخیر. شب شما هم بخیر. شب بخیر وکیل صاحب. شب شما هم بخیر. خداحافظ. شبتان بخیر. شب شما هم بخیر. خداوند قبول کنه برادر. ما و محمد دیگه خانه میریم. درست است. برین. شبتان بخیر. شب شما هم بخیر. شب بخیر کاکا. شب بخیر بچه کاکا. نوش جان. زنده باشین. امشب زیاد زحمت کشیدی. زنده باشی. خواهش میکنم. این کار با علاقه انجام دادم. هوا دختر بیدار شو. یک قسم خوابیدی فقط که مرده باشی. من با کی میگم هوا؟ چی گپ است خاله جان؟ یوسف خان امشب به خانه تابستانی میره. خواست که برش غذا آماده کنه. بهترین موقع است که برداده شده. شما راست گفتین؟ بخیر هر کاری که میخوایی انجام بده. بچه مقبول ما چطور خنده میکنه؟ امروز شکر کاملا سر حال است. بنار تو روزاداری قدر خود به زحمت نساز. کار ما که خلاص میکردم میرفتم یک چیز میخوردم. هیچ مهم نیست جانم. تشویش نگویی کارا من خسته نمیسازه. باز تو خوی طفله شیر میدی. باید تغذیه شوی. راستی توپراک، یادم رفت که خانه جدیدتان تبریک بگویم. ما اونجا را بسیار خوش دارم. تمام طفولیتم اونجا سپری شده. کدام خانه؟ شوهر تو خانه ما مخاصره مرا گرفته. یعنی تو خبر نداشتی؟ حتما شوهرت میخواسته که متعجبت بسازه جانم. اما تو هم از مایی گپا نشنیده بگی، درست است؟ ما حالا دیگه میرم. اگر نی سلطان خواهر سرم قار خواهد شد. بفرمایین. مادر صبح بخیر، چطور هستین؟ چطور باشم دیگه دخترم؟ با این دهن روزه خانه را پاکاری میکنم، فشارم بیخی پایین آمده. مادر من میخواستم یک گپ از شما بپرسم. در رابطه با خانه کدام مشکل است؟ صاحب خانه برتون چیز گفته؟ نه، ارمامی کرای خانه را از ما میگیره. چرا باید به ما چیز بگوید دخترم؟ راستی توی را چرا پرسیدی؟ کدام کسی از قوم خویش ما به خانه ضرورت داره مادر؟ دخترم تو خوب هستی؟ دی صبح وقتی مسئله خانه از کجا پیدا شد تو برا؟ نه که در خواب دیدی چطور؟ نه چیز مهم نیست مادر، بعدن گپ میزنیم. بیا. بیا منور دخترم بیا. مرا خواسته بودین مادر؟ بله بله. دیشب وکیل صاحب امره پدرت گپ زده. فردا یا پس فردا به خواستگاریت میاین، یعنی که تصمیمشان جدی است. آی به خدا ما به اندازی تو هیجانی شدیم، باور کو دخترم. مادر من در اتاقم هستم.
منور؟ خانواده وکیل فردا به خواستگاری ما میآید. از این تصمیم بسیار پشیمان هستم. حالا زود باش بیا که بریم کل چیزا برای پدرم بگوییم. به نظر من اول باید سبزی ها را بکاریم که زود رشد میکنند. درست است که تغییر دادن میل انسان ها نسبت به سبزیجات کار مشکل است، اما ما باید نشان بدیم که سبزی های ما درجه اول هستند و به خاطر این کار ما باید به خود نمونه داشته باشیم. با خدا ما با این کار ما بسیار امیدوار هستم. با خیر حاصل زحمت های خدا به دست میاریم. ببخشید آقا، میمانتان تشریف آوردن. داخل دعوتشان کو. روز بخیر آقا یوسف. خوش آمده. زنده باشه. با خبرهای خوش آمدم آقا یوسف. خیرت باشه. نتایج به دست ما رسید. مزرعه به خاطر کشت و کار جای مناسب نیست. باید نیم ساعت پیش اینجا می بود. منصرف خونه شده. قصه کمی بود حتما خبر میداد. با سوخی اشخاص هم اشناسی به احتیاط کار میکنن. ما وقت بر از دست دادن ندارم پدر. پس چی کنیم بچیم؟ سلام علیکم حسن بیادر. خوش آمدی. بیا بیشی. خوش آمدی اولوی بیادر. خوش باشی. نه وقت کدی فکر کردی منصرف شدی؟ نه بچهش، فقط کمی کار داشتم. ببینیم که پدرت کدام قیمت بر ما تعیین کرده. اگه به فایده ما باشه خریدار هستیم. خود جگرخون نساز یوسف، یک جای مناسب تر پیدا میکنیم. البته که پیدا میکنیم. ما در این تصمیم جدی هستم. اگه اینجا نشه یک جای بهتر از این را میبینیم. مشکل نیست. اما حسن بیادر، کمی شما مرد کنین و کمی ما که با هم جور بیاییم این کار را به خیر خلاص کنیم. گوش کن بیادر، آل اردوی ما نرخای خدا گفتیم. حالا باید کم فکر کنیم. نظرت چی است؟ پس درست است. حال دیگه ما میرم، بعدن گپ میزنیم. پدر تو امرای مرا شخندی میکنی؟ او پولی که یادم گفت به من کاملا کافی بود. بچیم دل این نفر به خریدن است. او مزرعه را میخره. او هم به همون نرخه که ما گفتم. تو هیچ تشویش نکو. توران خوابیده؟ خواهر جان، من برای یک چند ساعت بیرون میرم. با دیدن جونیت میری خواهر جان؟ یادم رفت که برات بگویم. خبر داری جونیت توقیف کردن. اما چرا؟ آقای محترم در کار مواد مخدر دست داشته. ما هم تازه خبر شدم. به هر صورت من دیگه میرم. شب باز میبینیم. درست است؟ بخیر خلاص شوی جونیت بیادر. زنده باشی بیادر. خب کدام پیشرفته است؟ تا دادگاه اینده مجبور است اینجا باشی. از بچه کاکایم پرسیدم. او گفت که به زودی خود پیداش کردم. نامش نمیفهم اما پیداش میکنه. تشویش نکو. عادل صدقه چون پشتی کار رها نکو. تا وقت حساب کس را که مرا به این وضعیت رسانده نتوم خوابم نمیبره. خیرت است. مرا خواستی؟ بنار میشه نشانی خانه را برم بدی؟ صادق زنگ زده بود. گفت که بیا او خانه را ببین. نشانیش گفت اما درست نفهمیدم. درست است. من برات میدم. تا وقتی که بیم تو متوجه توران میباشی؟ سعیس میباشم. تو برام قلم و کاغذ بده که نشانی را برات نوشته کنم. یک چند روز دیگه اینجا مهمان ما باشین خوش میشیم. به از ما یک مزرعه دیگر زیر نظر دارم. هر قسم که خواسته باشین آقا یوسف. ما به اندازه شما میخوایم که مشکل زود حل شد. زنده باشین. تشکر میکنم.
مراد مهمانای ما را تا هتل برسان. بچه‌شم یوسف خان. با امید دیدار. خب دیگه بهتر است که ما به کار خاتمه بدیم. با هم کمی صحبت کنیم که تو هم راحت شوی. به یک غذای مزه‌دارم دعوتت میکنم، اما مثل دیشب دعوت یک جای پر ازدحام نه، ده یک جای آرام. بتول یک قهوه می نوشیم. باز اگه خواسته باشی به هتل میرسانمت. امشب من به خانه تابستانی میرم. زیاد وقت شده اونجا نرفتیم. پس درست است. لوازم ما را گرفته میریم. کجا باشه؟ معلوم دار است وقت 3 زن با هم یک جای کار کنه باز قسم کل جای زیر و رو میشه. اوه خدای من. کی است؟ بفرما. کی را کار داشتی مقبولک؟ چی است یاسو؟ توپراک؟
منور چرا اینقدر دیر کردی؟ فکر کردم که مادرت سرت فهمید. الا زود جو که بریم. درست است. منور! های بسم الله. خوش آمدین. یوسف؟ آوا تو در اینجا چی میکنی؟ شما گفتین که در خانه تابستانی می باشین. کلگی مصروف کار در ساختمان بودن. از او خاطر من فکر کردم بیایم براتون غذا آماده کنم. مادرم براتی گپا گفت. خانم حمیده برام گفت که بیایم. بسیار عالی است. حالا دیگه بیا بیشی که نان بخوریم. ما بسیار گشنه شدیم یوسف، زود بیا که شروع کنیم. بسیار تشکر. زنده باشی، با زحمت شدی. ای چه قسم حماقت است؟ ای چه قسم جسارت است؟ از تو میپرسم امین، تو خودت چی فکر کرده درباره منور فکر کردی؟ چه تو خودت با ما مقایسه کردی؟ مادر ما هم دیگه خودت دوست داریم. کدام کار غلط خو نکردیم. عاشق هم دیگه خود شدیم. منور زود در اتاقت برو. امروی تو تنها گپ میزنم. اما گپ مرا بشنوین مادر. منور گفتم برو با اتاقت. ما از می خاطر تو را اینقدر حمایت کردیم امین. اینقدر زحمات که به خاطر تو کشیدیم. جوابش همه تو یک کار بود. کسی که شما را کمک کرد براتان جای داد باید همه قسم ازش تشکری میکردین؟ براتان شرم است. بسیار شرم آور است. امی بود مردانگی تو امین. خانم حمیده عذر میکنم، فشارتان بالا میره، بگیرین یا بنوشین لطفا. تو از این رزالت بچیت خبر داشتی یا نی سلطانه؟ سلطانه با ما جواب بدی. از این ارتباط بچیت خبر داشتی یا نی؟ نه خیر، ما هم نو خبر شدم. توپراک صبر که تو از این چیز خبر نداری بان که برات بگویم. توپراک لطفا گپم گوش کو. درست است میفهم که اشتباه کردیم، اما باور که ما از این کار پشیمان هستم. اما تو دفعتا اتفاق افتاد. باور که این بار برات دروغ نمیگم توپراک. وقتی که رفتیم من تنها ماندم، هیچ کس همراهیم نبود.
ایش نمیفهمیدم که چی کنم. اما باور که اشتباه خود جبران میکنم، قول میتم. من در دنیا تنها تو را دارم توپراک. تو خانمم هستی. از تو پرسان کردم صادق که با کس رابطه داری، اما تو در چشمایم دیده بار بار برام دروغ گفتی. امی از محبت تو من میشه خواستم یک زندگی خوش داشته باشه. هر چیزی که گفتی باور کردم. فکر کردم شوهرم هستی، خاموش بودم، تو را دوست داشتم. اما تو در مقابلم چی کردی؟ حتی روز آمد که تو گفتی پول ندارم نان بیارم، چیزی نگفتم. وقتی در خانه دست پر آمدی بازم شکر کردم. صادق، ما همی چند روز پیش دختر خود از دست دادیم. من تو یک روزم به خاطر بی‌احتیاطی دست و شکایت نکردم. این همه دروغ است، اما تو نیست که مرا دوست داری. همیشه به یادت میم. حتی مسئله کارتم دروغ است. تمام چیزایی که گفتی دروغ است. غذا بسیار خوشمزه بود. تشکر بسیار زیاد. نوش جانتان. بان ضرور نیست باشه ایشان. بیاز امروز به اندازه کافی خسته شدی. من مرادا میخوایم که تو را تا خانه برسانه. هیچ ضرور نیست. بزو پدرم میایه مرا همراهش میبره. شبتان بخیر یوسف خان. شب بخیر. من دیگه میرم. شبتان بخیر. غذا بسیار لذیذ بود. به خاطر همه چیز بسیار تشکر. فکر میکردم که نخواد قدر تعریفی باشه، اما اشتباه فکر کرده بودم. قابلش نیست. تو خود گفته بودی که رفتن نوشابه میاری. خوش کنی نگویی که خلاص شده. من مطمئن هستم که در خانه حتما چند تا نوشیدنی داری. تو صبر کن، من میرم حتما پیدا میکنم. هوا بازم میخوایم تشکر کنم. بسیار زحمت کشیده بودی. خواهش میکنم. شب بخیر. شب بخیر. آها خانم، اگه خبر می داشتم باز فکر میکردین مانع نمیشدم. اولادا یک اشتباه کردن خانم حمیده. البته نفهمیده. نمیخوایی که گناه بچه تا پنهان کنی سلطانه؟ باور کردن نمیتونم. اما به تو دختر و زندگی خودت تسلیم کرده بودم سلطانه، و تو هنوز خبر نداری که بچه در غیاب ما چی کارا میکنه. شما حق به جانب هستین. هرچی که میگین شما حق به جانب هستین. بله طبعا. اشتباه از مام است. چون دی چند ساله که اینجا بودین هیچ کم بودیتان برویتان نکشیدیم. سلطانه، تو خو میفهمی که اگه آسمان در زمینم بخوره بازم منور با امین هرگز عروسی کردن نمیتونه. پیوند دختر پادشاه با پسر یک پین دوستانه ده افسانه ها امکان داره سلطانه. امین از اینجا بیرون شو. او را ببخشین خانم حمیده. بیازو بچیم درس خود گرفت. ما میرم همراهش گپ میزنم. دیگه هیچ وقت طرف منور نمیبینه. بسیار ناوقت شده سلطانه. بسیار ناوقت شده. حال بچیت فقط یک را داره که دیگه خود دی دور بر نشان نده.
تنها تو هستی که درد منو میشنوی. اگه تو نمی بودی نمیفهمی قدر در تو تحمل میکردم. تو به من توانایی میدی تا بتونم با این مشکلات مبارزه کنم. تو هنوز هم استاده هستی؟ بیبی چقدر قوی مزه در آمده ساختیم بیا بیشی. ما برات میگم که دوبراک از همه چیز خبر شده تو در غم قوی هستی. خب خبر شده باشه با من چی؟ بالاخره یک روز هستی که خبر میشد. بهترین رایش همیست که ازش طلاق بگیری. چرا نمیفهمی این کار قدر آسان نیست یاسمین؟ از مرگ دختر ما فقط چند روز میشه. چه قسم به او بگویم که از تو طلاق میگیرم ها؟ بیازو مادرم تکلیف قلبی داره. اگه برش بگویم که من طلاق میگیرم در یک لحظه از بین میره. پس بگو من چی کنم؟ مادرم مریض است، خانمت جگرخون میشه. اگه مرا کدام چیز شو برد فرق نمیکنه؟ مزاق کردم جانم. من خود تو یک چیز نگفتم. هر کار از خود یک وقت داره، تو باید صبر کنی. این کارو نکنین خانم. جان مرا بگیرین اما از بچه مرا جدا نکنین. 4 سال میشه حسرت جداییش میخورم. چند روز میشه بچه ما به دست آوردم. او را از ما جدا نکنین. برتون وعده میدم دیگه نه نامش میشنوین نه چهرهش خود دیدین. حتی از خانه قدم خود بیرون نمیمانه. لطفا این کار نکنین. این کار مذاق نیست سلطانه. یک بار فکر کو اگه از این رابطه یلماس خبر شوه امرای امین چی خواد کرد؟ دمی روزا نامزادی منور با وکیل صورت میگیره. اگه یلماس خبر شوه امینه میکشه. اگه تو میگی که من بدون بچه خود بوده نمیتونم باز، تو هم میتونی لوازم خود جمع کنی از اینجا بری. هر چقدر که پیاده بری را ختم نمیشه. قندمم رای ما برو که زود برسی. بریم گم شوین اگه نیست سر هر دوتانه با سنگ مشکنانو. بیبی چی میگه رفیق؟ اعصاب من خراب نکنین گفتم گم شوین. یاد اگه چی میشه قندولک چرا کار میشی؟ چرا برش دروغ گفتین مادر؟ شما گفتین که از یه چیز خبر ندارین. چرا؟ پس چی میگفتم خانم حمیده را خود دیدین که چقدر قهر بود؟ بله دیدم. او زن فقط ما را توهین کرده رفت. اما شما چی کردین؟ با او یک جا شده مرا تنها رها کردین. بچه من هر کاری که کردم فقط به خاطر خوبی تو کردم. همی از خوبیتون مادر. او به ما گفت که از اینجا گم شده برم. دیگه چی میخواست بگویه؟ فقط که ما قصارو باشیم. نیستم. بان که همه قسم فکر کنه. بیبی بچم تا وقتی که اوضاع عادی میشه تو در خانه خالد برو. تا او وقت من یک راه حل پیدا میکنم. بیاز اگه دوباره بیایم همه گپ خود گفتین. کاش که پیش یوسف بیادر میرفتم و کل چیزا به او میگفتم. فکر میکردم اگه پیش شما باشم شاید مرا حمایت کنین. اصلا میفهمین دلیل مشکل کی است؟ فقط خودتان هستین. بچه امین بچیم خیرتی هستی. وقت شب کجا میری؟ خالم کم مریض است. بعد دیدن او میرم اما زود پس میایم. شفا باشه بچیم. اگه به چیز ضرورت داشت حتما به محوال بده. درست است؟ امین رفت خاله سلطانه. شام بخیر.
بسیار ناوقت شده. شما هنوز استراحت نکردین؟ خوش آمدین یلماز خان. خوش باشین. پدر جان امام دیگه میرم میخوابم. شب بخیر. شب بخیر دخترم. سلطانه، خواهرت مریض شده. همیال امین برم گفت اگه به چیز ضرورت شد حتما بگوی، شرم نکنی. درست است؟ حتما. زنده باشن یلماز خان. ما دیگه میرم. شب بخیر. شب شما بخیر. پس دیگه نرو، همینجا باش بتول. بچه های ولگرد آزارم دادن، سرم حمله کردن. هوا 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 خانم تو هنوزم خواب نکردی؟ بیدار هستی؟ نه، منتظر خودت بودم یلماز خان. خوب است. خانم خواهر سلطانه مریض شده. او خانم هنوزم مشکل گرده داره، باید برش کمک کنیم. بله اماترس. خدا برش شفای عاجل بده. امین دیدم که با عجله طرف خانه خالی خود میدوید. حتما کدام مشکل جدی وجود داره. یکی رو روان کو ببین اگه چیزی ضرورت داشته باشن. درست است. امین گفتی یک گپ ده یادم آمد یلماز خان. او بچه میخواه پس به استانبول بره. دیگه ده اینجا نمی باشه. این گپ دیگه از کجا پیدا شد؟ از این مسئله هیچ به ما یاد نکرده بودن. حتی یوسف و خاطر امین میخواست که با رئیس تعلیم و تربیه ملاقات کنه. میخواست رو در یک جای معلوم مقرر کنه. با یوسف بگو دیگه به این کار ضرورت نیست. بیا از او چند روز بعد از اینجا میره. با خیالم که استانبول زیاد یادش میه. تشکر. یلماز خان، امروز هیچ با هم دیگه گپ نزدیم. چی شده؟ وکیل چی وقت به خواستگاری میایه؟ برات گفتم نیکه یک روز یا دو روز بعد میایین. صبر کن خانم. انشالله بخیر پشت بختش بره. من فکر میکنم همه چیز آماده است. منورم روزی سمی که آمدن بلی برشان میگیم. وقت آمدن هم نکاح میکنیم، هم عروسیشان میکنیم. حمیده تو خو میفهمی که من در این موارد حساس هستم. از او خاطر بعضا بسیار میترسم. چطور کنیم یلماز خان؟ تا آخر خو پیش ما نمیمانه یک روز خاطر. طبعا که همین قسم از خانم. اما باید تو یک عروسی پرشان و شوکت بگیریم که ده شهر آوازه باشه. حتی یک ذره کمبودی هم نمیخوایم داشته باشه. یوسف چی کنیم؟ وضعیتش خوب نیست. شفاخانه میبریمش. هوا هوا هم یالا باید شفاخانه بریم. نه من خوب است. ما که یوسف هیچ ضرور نیست. این قسم نگو، باید شفاخانه بریم. نمیرم لطفا. یوسف میرم با پلیس شکایت میکنم، هر کسی کار کرده پیداش کنن. حالا دیگه بخیز. حالا کمی تحمل کن. بیا. ضرور نیست که تو بیایی بتول. شاید اونجا بسیار منتظر بانیم. نه من همراهت میایم. شاید هواده اونجا به چیز ضرورت پیدا کنه. سوار شو که بریم. خاله جان، خاله جان چی شده؟ خوب هستین؟ چیزی نشده دخترم. تو چطور هستی؟ خواستم پیش هوا بیایم، کارش داشتم. گفت کار دارم از خانه برمد، اما تا حالا نامده. خواهر دم روان کردم در خانه تابستانی. بعضی کارا بود که باید انجام میدم. اما چند ساعت شد خاله، پس نمیایه؟ یا کمونجا می باشه؟ میایه دختر، میایه. کارش که خلاص شد حتما میایه. در اونجا خانه می باشه. تو تشویش نکو. حالا برو. شب بخیر خاله جان. شب بخیر دخترم.
بفرمایین آقا یوسف. میخوایم با امرتان ببینیم. یک عریضه نوشته بفرمایین. تو اینجا بشی. خیرت باشه یوسف، چی شده؟ این خانم محترم مهمانم هستن. وقتی از خانه تابستانی ما برآمد چند نفر بالایش حمله کردن. خوب شد که بخیر گذشت. اگه آماده هستین در دفتر ما تشریف بیارین تا اظهارات شما رو بگیرم. بیا هوا. اشتباه از ماست. نباید در این وقت شبیه میماندم که تنها بیرون میرفت. تو از کجا میفهمیدی که قسم یگات سرخ میته یوسف؟ ما باید بشنوم که موضوع از چی قرار است. از خانه تابستانی برآمدم. درا روان بودم. یک موتر آمد که 2 بچه در داخلش بودن. برام گفتن بیا موتور را میرسانین. من گفتم نه خیر. گفتم پدرم میآید. اما اونو بعدن از موتر پایین شدن و پشتم آمدن. ما وقتی نیت اونا را فهمیدم به فرار کردن شروع کردم. بعدن دوباره با موتر آمدن در پیشونیم استاد شدن. آقا خانم میتونین با اظهارات خود ادامه بدین؟ من به فرار کردن شروع کردم اما اونا از عقبم رسیدن. از دستم گرفتن و منو تا کنار سرک انداختن و منو تو کوبم شروع کردن. کوشش کردم که دست خود ازشون دور کنم. باز چیخ زدم. کمک خواستم. یکیشم دهن من گرفته بود. یکیشم دسته من گرفت. بازم شروع کرد منو تو کوب کردنم. هوا بس از گریه نکو. میشه یک گلاس آب بیارین؟ بس از آرام باش. بسیار میبخشین. چند دقیقه دیگه ما باید اینجا باشیم. هوا خانم فعلا اظهارات خودم میته. هر وقت خلاص شد با شما حوال میتیم. هوا خانم چطور است؟ خوب هستن؟ بله خوب هستن. بسیار تشکر. بسیار تشکر. ادامه دادم میتونم. بعد از اینکه دستای خود ایلا کردم با فریاد زدن شروع کردم. اما وقت بود که یکیشان از پایم گرفت و مرا در روی زمین انداخت. با خیال که سرم تمام وقت زخمی شد. یکیشان مرا در روی زمین انداخت و با مشت به پشت سرم میزد و میگفت چیخ نزن. من نگام چیخ زدم. شاید که کدام صدا شنیدن یا که از چیخ زدن من ترسیدن، چون من در اونجا تنها ماندن و فرار کردن. من نمیفهمیدم که چی کنم. بسیار تاریکی بود. بسیار ترسیده بودم. از او خاطر پس به خانه تابستانی آمدم. شماره ثبت موتر گرفته تانستین؟ دیدن نتانستم. خب چهرهشانو چطور دیدین؟ درست ندیدم. یکیشان کمی قد بلند و گندمی رنگ بود. اون نفر دگام سیاه چهره بود. درست نفهمیدم چون بسیار تاریکی بود. چهرهشان را درست نمیتونستم ببینم.
اقامه ادامه داره یا خلاص شد؟ شاید اینجا بسیار دیر باشیم. بسیار خوب. پس من در هتل میرم یوسف. بیاز شب ما خراب شد. من باید چند دقیقه دیگه اینجا باشم. ما تا هتل برسانمت؟ نه خیر. من خودم میتونم برم. فردا میبینیم، درست است؟ در بیرون موتر آماده است. اگر میخواین خانم محترمه برسانیم. آماده است؟ بله، من از طریق مخابره با بچه ها خبر میدم. بسیار خوب، میشه زنده باشی. مهم نیست. بیا. فردا صبح باز میایم. خداحافظ. خداحافظ. آوا خانم، ورق ازارتتان آمده است. میشه خوانده امضا کنین؟ خوب هستی؟ خوب هستم. رفتم میتونم آمر صاحب. شما هیچ تشویش نکنید. ما به زودی متهم‌ها را گرفته به جزای اعمالشان میرسانیم. ازت شخصا خواهش دارم که این موضوع را پیگیری کنیم مصطفی. هر کسی کار کرده باید افشا شود. نباید مردم قسم مورد اذیت قرار بگیرد. خاطرتان جمع باشه آقای یوسف. ما افراد خود در هر جای مقرر کردیم. همه که شناسایی صورت گرفت دفعتا اونا رو دستگیر میکنیم. خانم محترم خسته شده، اینا رو برین که استراحت کنن. هر گپی که شد به شما خبر میدیم. زنده باشین. تشکر. خسته نباشین. مطمئن هستی که خوب هستی؟ اگر خوب نیستی که پیش دکتر بریم. نه خوب هستم، فقط فکرم پریشان است که کاملا خوب هستم. نمیفهمم چی کنم. من خانه رفتن نمیتونم. من نمیخوایم اونجا برم. مگه خالیم خواد ترسید. توپراکم به تشویش خواد شد. خب در خانه خودتان میبرمت، درست است؟ اونجا هم رفتن نمیتونم. نمیخوایم مادر پدر من در این حالت ببینن و ناراحت شون. خب اگه با شما کدام مشکلی نباشه میتونم در خانه تابستانیتان برم آقای یوسف. فردا صبح وقت از اونجا میرم. باید سر وضع خودت جوی کنم. این قسمی رفتن نمیتونم. من در تو یک حالت براشون چیزی گفتن نمیتونم. حتما میترسن. بسیار خوب، بریم. خوب هستی؟ بله خوب هستم، بسیار تشکر. تلفن خودداری نه؟ اگه به چیز ضرورت داشتی برم زنگ بزن. درست است، زنگ میزنم. اگه کدام کار دیگه نباشه من میخوایم برم. پنجره ها خو محفوظ هستن، همونطور نیست؟ بله، از تشویش نکن. دروازه زنجیر داره، میخوایم بستش کنم. تو در اتاق خواب استراحت کن. ما در یک جای دیگه استراحت میکنم. نه خیلی، تو امکان نداره. بیزم شب به خاطر من شما در جنجال ماندین. مهم نیست، بیا که اتاق خواب برات نشان بدم. بیبی کاملا نزاهان است. هیچ کسی داخل شده نمیتونه. من از بالشت بلند استفاده میکنم. اگه تو بالشت پخش میخوایی در الماری است.
طرف چپ حمام است. اگه بخوای میتونی حمام کنی، اما مجبور هستی با اینا گذاره کنی، چون اینجا لباس زنانه نداریم. شما را به زحمت ساختم، میبخشید. مهم نیست، تو راحت باشی کافی است. خواستم برام یک چای آماده کنم. اگه بنوشی برات خوب است. بسیار تشکر. ما دیگه میرم، کمی کار دارم. اگه به چیز ضرورت داشتی بگو. درست است؟ درست است. آقای یوسف، اگه دروازه کمی باز باشه. هر قسمی که میخوایی. شب بخیر. شب بخیر. الهام کو. گفتم الهام کو. الهام کو. گفتم الهام کو. هوا. الهام کو. هوا. بس است، حتما خواب بد دیدی. بس است دیگه، گذشت. هوا خوب هستی؟ نفس کشیدن نمیتونم. نفس کشیدن نمیتونم. نفس کشیدن نمیتونم. هوا نمیتونم نفس هوا. بکشم. هوا فقط یک خواب بد بود، گذشت دیگه. خوب هستی؟ بسیار معذرت میخوایم، اما مثل یک واقعیت بود. برای یک لحظه فکر کردم نفس کشیدن نمیتونم. درست است، بس است دیگه. هوا اینجا بسیار خوشایند است. هیچ نمیفهمی که شب و روز چه قسم سپری میشه. واقعا هوا اینجا خوشایند است. امروز وقتی آمدم به طرف گلا دیدم بسیار خوشم آمد. کمی قدم زدم، هیچ دلم نمیشد داخل برم. اینقدر مقبول است که انسان به خود جلب میکنه. ما در خاک این منطقه هر چیزی که خواستیم زود کاشتیم.
بعضیش گل رویده و بعضیش سبزه خالی مانده. انسان باید به خاطر تفریح کردن یک جایی داشته باشه تا در اونجا راحت باشه. جایی که در اونجا خاموشی باشه، در اونجا تصمیم گرفته بتونه، یعنی جایی که بتونه به تنهایی زندگی کنه و بالاخره خود آرام احساس کنه. من سابق یک خانگک برای خود جور کرده بودم. وقتی خورد بودم من برای پدر مادرم که قهر میکردم باز در منطقه ما یک غار بود، امونجا میرفتم و خود پوت میکردم. تا شام امونجا میبودم، پاک میکردم، نانم برای خود میبردم. اما وقت شام میشد باز تمام لوازم خود جمع کرده بس به خانه میرفتم. او وقت بسیار خورد بودم. انسان ها بعضا ضرورت دارن که تنها باشن. ما از همین خاطر اینجا را ساختم. وقتی که از استانبول آمدم اینجا را ساختم. من خاک خدا، وظیفه خدا و خانواده خدا بسیار دوست دارم. اما بعضا تنهایی استانبول هم یادم میآید. از او خاطر یه راضی را خریدم و آباد کردم. بعداً به کار شروع کردم. اولی خانه را ساختم. بعدش هم ای باغچه را آماده کردم. بعضا همراه اسب خاطی اینجا می آیم. راستی؟ ما اسب سواری را بسیار خوش دارم. به نظر من تنها حیوانی که میتونه انسان خوب درک کنه اسب است. سوار شده میتونی؟ البته از خوردی سوار اسب شدیم. چه قسم یاد گرفتی؟ رفتیده و ابگار شده. مادرم زیاد قهر میشد. یک بار دست خودش شکستاندم، برام قسم داد که دیگه سوار نمیشی. اما ما گپش قبول نکردم. ضد کردم. اسب سواری یک لذت خاص داره. هر کس رو نمیفهمه. ایره راست میگی. اگه آدم زخمی هم شوه بازم سوار میشه، همونطور نیست؟ همونطور است. اینقدر تجربه اسب سواری را دارم که تا هنوز هیچ اسبی نمانده که من سوار نشده باشم. اینقدر هم اغراق نکو هوا. چطور؟ تو هنوز دل برسیای مرا نشناختی. تا هنوز با جز از مکه سوار شده نتانسته. او هم مرا تا هنوز نشناخته. ما اگر بخوایم دل برسیای ترام کده میتونم. باز میبینیم. پس آخر همی هفته به اسب سواری میریم. ببینم تو اسب سواری چقدر مهارت داری. بفرمایید شما بشینید. من میرم نان خشک بیارم یوسف خان. زنده باشی. ما فقط چای می نوشم. با طول صبحانه منتظرم است. شما بدون بو نمی نشین، همون تو نیست؟ خواهری کارش امکان نداره. اونا هیچ وقت منوره به همین نمیتن.
آی خانم حمیده برام چی چیزا گفتن بیخیر خدا گم کردم. چی برات بگویم سلطانه؟ حمیده خانم همی قسم است دیگه. ما ایران ماندیم که چطور قناع دادن نتونستی. برش گفتم اونا در یک خانه بودن با هم دیگه یک جای بزرگ شدن، اما کی از گپ مرا بشنوه تو در قسم هم نشدن. حال دیگه پشت دختر مقبولش وکیل خواستگاری آمده، باز هر کسی دیگه که در بینشان بیایه پایش مشکنانه. خب سلطانه حالا میخوایی چی کنی؟ نه که میخوایی امینه دوباره به استانبول روان کنی؟ نمیخوایم روانش کنم. خواهر من دیگه دوری او رو تحمل کرده نمیتونم. خواهر امین به یک چند و خانه شما باشه. درست است. او را اجازه ندن که لاگشتی کنه. درست است. به خانم امیدم میگم که او رفته شما متوجه باشید. درست است. درست است. بچه امین جان، خواهر میشه که چند دقیقه همراه امین گپ بزنم؟ درست است سلطانه، درست است. بیا که بریم. همراه امیر صاحب مصطفی گپ زدم. تا به حال کدام پیشرفته نداشتن، اما من اونا را بسیار خوب میشناسم. مطابق کارم انجام میتن. این قسمی که شما میگین درست است. بله. اوا چطور هستی نازن ما؟ خوب هستم. تو چطور؟ یک انسان در زندان خوب بوده میتونه؟ باور کو بسیار پیش دق شدیم، دوست داشتنیم. درست است. درست است. من فعلا کم مصروف هستم. میشه بعدن گپ بزنیم جانم؟ کاش که گپ میزدی. چرا قطع کردی؟ بعدن امرش گپ میزنم. نامزدت بود؟